من حمید نورزاد سال 1357 دیپلم کشاورزی گرفتم. با توجه به انقلاب دانشگاه تعطیل شد، اداره‌های دولتی هم استخدام نداشتن، آمدم شغل آزاد. همون جایی که علاقه به کشاورزی داشتم یه درخت بادام خودم کاشتم. بعد 5-6 سال دیدم بار نمیده، پیوند زدم روش. الان 22 نوع پیوند روش داره. بیشترین بار شاید تو تمام ایران این درخت من داده. 300 تا 400 کیلو میوه میده. 20 نوع میوه مختلف، انواع زردآلو